آیا با واقعیت زلال هاشمی هنرمند جوان در افغانستان کشته شده است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده درباره زندگی جنجالی زلال هاشمی. زلال هاشمی توسط چه افرادی در کابل حمایت میشد و به چی دلیل دیگر به کارهای هنر موسیقیش نپرداخت؟ گفتنی‌های تازه همسر زلال هاشمی کاملا به دور از تصور. زلال هاشمی اکنون در چی وضعیتی است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدن این کانال. اگر دوستان تازه کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. زلال هاشمی دختر خانم جوان، چهره شناخته شده مطرح و محبوب در میان مردم افغانستان است. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. زلال هاشمی با اشتراک در برنامه پرطرفدار ستاره افغان تلویزیون طلوع توانست در مدت خیلی کوتاهی در میان مردم افغان به اوج شهرت و محبوبیت برسد و حمایت خوبی از طرف مردم افغانستان در این پروسه رقابتی شد. زلال هاشمی توانست مقام دوم را در برنامه ستاره افغان از آن خود کند. بعد از آن که زلال هاشمی از برنامه ستاره افغان حذف شد، کاملا راه هنر موسیقی را ترک کرد و یگانه دلیل دوری زلال هاشمی از هنر موسیقی ازدواجش بوده است. زلال هاشمی ازدواج کرد و صاحب فرزند شد. اکنون فرزندش 4 سال سن دارد. تازه تصاویر زلال هاشمی توسط شوهرش در صفحات مجازی دست به دست می شود که زلال هاشمی در کابل ربوده شده است، اما حقیقت چیز دیگری است. زلال هاشمی به خواست خودش خانه‌اش را ترک کرده است، اما نگران کننده این است که زلال هاشمی اکنون از وضعیت صحیح‌اش ابراز نظر نیست و معلوم نیست زلال هاشمی در چی وضعیتی و در کجا به سر میبرد. ما آرزو داریم دوباره به خانه‌اش برگردد. دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان زلال هاشمی به اشتراک بگذارید. اگر تازه کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درودی دیگر، بدرود.